سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچنی سنیکرز کم خرج و عجایب با لذت تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 200 گرم آرد، 5 قاشق ساخرنی پودره، 100 گرم روغن مسلح آب کرده باشیم، یک دانه تخم برای آرایشش باشد، وریانه سوگوشانکه و ارخیز لازم است. ما در اول روغن، ساخرنی پودره، یک دانه تخم و کمتر نوع قاشقچه به چینی ساده همراه کرده همیشه خوب آمیخته میکنیم. خوب آمیخته کردیم و اکنون آرد را همراه کرده خمیر میکنیم. چگونه میبینید من خمیری ما به نهایت ملایم تیار شد و اکنون خمیرمان را با مدت 30 دقیقه به یخزان میگذاریم. من خمیری ما هم دام گرفت. اکنون میکشیم خمیرمان را. خلال میکشیم. بسیار تنوک نیم. رقصی خمیرمان چخیل باشد. و اکنون من با قالبچه میبریم. اگر شما میتونید با بکال یکان استکانو زیر کنید و که مایده ترش خوشتر مایده تر کنید بینید خوشرنگه. تکای خمیره باری دیگر والچه کیته میکشیم عصبی روغنین بودنش بینید آسان شاده میشد. من به لیست گرفتم. اکنون به حرارت 200 درجه با مدتی 10-15 دقیقه به تفتان میگذاریم. چگونه میبینید پیچنی های ما هم پختن بسیاری بعد سرخ نمیکنیم. 15 دقیقه نگاه میداریم تا که خنک شود بعد آرام میدهیم. میبینید من خنک شدم به نهایت پیساچنی تیار شدم که آرام میدهیم. بولشته وریانه سوگوشانکه میبینیم ارخیز میکنیم. من پیچنی ها را آرا دادم. اکنون شکلات میکنیم کمتر گلزور برای باز هم زیباتر و با لذت‌تر شدنش. چگونه میبینید پیچنی های سنیکرسی ما هم تیار شد. اکنون درونش را میبینید چه خیلی تیار شده است. چگونه میبینید خمیرش به نهایت پیساشنی با لذت تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیسات کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.